من اصلا کلا حال نمیکنم زیاد راجع به نمیدونم کارهای خودم بگم که نمیدونم اکه شروع کردم این داستان شدم رپ کن من از بچگی تو پارکا موسیقا ترپ خارکا عاشق خال کوبی یا تن تایگا همیشه دنبالمون بود ماشین پایگا سایز مدیوم ولی تو تنم بگس ایکس پاچه شلوارم میرفت زیر کف زدیکس یکی رویه ها اضافه میشه دلیس با رفیقم میشستیم دوتایی ترک 200 سیدی رفت جاساز میشد تو کیفم لاف کتابامون میرسیدیم خونه بوم بوم موزیک تو اتاقا بود رو دیوارا مدالا شاکی طبقه بالا موزیک قاطی بود همش تو با پود و رضایا 14 سالم بود که شدم محل میرفتم تو میتینگا میزدن همه بغل از همون بچگی نبودم مال دقل سالم نمیرسید خونه کسی کنه یخ ولی الان